دکتر ایموناتیم دکتر ایموناتیم 72 مدل دکتر ایموناتیم گوای مریض خرام مریض بله بله مونده نباشه دور باشین جان دیره چه کار میکنین شما رو گفتین؟ دکتر ایموناتیم پرنده خزنده پرنده مرغ مرده گو مرده خر گوسفند اکه کلاغ نیلک کلاغ همه میبینیم دکو برارمه من یک گوساله دارم که ناجوره برارمه چی دارم؟ یک گوساله دارم که نی علف میخوره نی او میخوره هم که بیال پرتوه هیچی اصلا نمیخوره رو بردم دکتر هم نشون دادم به تو دوام بده فایده نکرد چی مشکل داره دوایی بری بدن که بعد خوب چه میموره پیش میمون گناه داره گوساله خوردی یا کلون؟ خوردی دیگه نمیخواد بیشتر نیه شیری یا گوشتی؟ شما کدوم شما دکتری؟ خلیفه جان شما دکترین شاگرد شما گپ میزنه خود شما بگین دیگه مگر من تجربه گیرم قرارم گوساله شیریه بفهم بله یا شیر خوش یا شیر گو بریم با سیب کنه گوشگاه میفهمه که شیر خوش یا شیر گو دکتر ایمونات دکتر ایمونات خلیفه بیا که دوایی ما یک گو از اینم گوساله یک گوی گوساله برارم گوساله شیرخوری هم خوردیه کلونه نیه شیرخوریه؟ شیر بوز میدیم یا شیر گو؟ شیر مادر خود شیر میده بده ما شیر بوز گو نداریم که دیگه بخوریم مثلا بیاریم یک دوایی اگه دکتر ایموناتی دکتر صاحب میگم یک دوایی بدین که زود خوب شه دلجم باشیم بلا دلجم باشیم نمیخوره او هم نمیخوره علف هم نمیخوره خلیفه شما بدین میخواه شما دوی درست بسته کنو بدین شما هم سی کنید او بر ببره بیا مرار جو بیا این لالا صحبه کنی که من خواهر شما بسته یارک کنم گم نمیشون سی کنید دکتر صاحب چی مشکل دارن یا این مرار جو سی کنی سی کنید لالا خود نمیخوره دیگه من چاش خوب نخورم ناجوره دیگه چطور کنم من ناجور باشم نمیخورم سی کنی مرارمه این بزی 5 کیلو نمک چنده؟ 5 کیلو نمک برده مته واجوش 2 کیلو سیر 4.5 کیلو هم فلفل تون مرارمه اینا رو همین 3-4 رقم به هم قطی کنیم اگه چیزم بود عرق خربزه داخل از اینا چیز کنی قطی کنی خلیفه جان روزی چند گلاس بدم چند کیلو 4 گلاس 1 لیتر برارم برای گوساله بدیم و هم نمک و فلفل زیادتر باشه که این خیلی مریض عاجلیه همین دوایی که شما خلیفه و شاگرد گفتین از این دوایی دیگه بیشتر نماید دیگه درسته؟ نه دیگه درسته تو چند وقت اینو به گهره‌بری از این بدین دکتر 3 سال دیگه 3 سال ها تا از من قانون‌تر شه درسته؟ قول شما یک دوایی ندارین که بریم بدین کامل بری از این بدون تا وقتی که میرم نور بخرم کم بیشتر شه خب برای من خود چی فرق میکنه؟ تو اول پول بده که ما برم به تو نمک و فلفل و سیر بخرم عرق خربزه گفتی از این بلگاه یکی باشه از این بلگاه یک دونه بفهمیدیم اینا با هم اینا لط میکنی که تلخی و بره یعنی بگی خوب میشه دکتر دلجم باشید و به شما بگم اگه از من فعالتر نشو اسمم رو بگردو ببینید دکتر صاحب که من از این بر بردم یک ذری نبردم که پام به درد اومده هیچ چیز به فایده نکرد این تو باور کنیه این اگه به 10 خر علف به روز سیر شد اسمم رو بگردو این با 1 ماه اگه برابر می چی بگم برابر می اندازه می خرم من این علفا رو عمل بدره بدم چه تازه نه بابا اینا چیه یه علف میده نمیخوره اشتباهه دیگه تو که نمیفهمی دکتر صاحب از شاگرد شما میپرسم اگه این دوایی بودو علف دیگه نمیدون بریو درسته بله بدین دیگه دوارم میدیم با علف همی بخور میگه نمکی که بخوره بفهمیدین نمک و فلفل که دل جگر میسوزونه دل جگر از وقتی که بسوزونه انا ایت که علفار که بدی علفا میره به داخل دل جگر قطی میشه ایت مثلا به قلب میفته ایت به قلب میفته درسته؟ اگر همین دوایی رو بدون به قلب تو دیگه قصیو نشون دیگه نه بگه کو قلب زنه ببینید مثل مرغ بری دکتر ایمونات
چه؟ فیش شما چنده؟ هر چی بدی بدی. هر چی بدی من مشکل نداره. آنی شامل. 90 روپیه. خیلی کیلو میده پیش میگوش. آو دکتر حیواناتی ماو دکتر حیواناتی ماو. دکتر سی. بله. این دیگه شوشتن کنه ما یکی رو بشورو. لستی آیات مبارم برارم ها همالی لگانه شما نه بیا پیش لگانه بیا بیا تاس اونو یا بگید دکتر بگید کرونا بله بیا آمد جو بله بله آی خیلی بینی بله بیا بابا آش نو لگان بخشوی بیا بله خیلی فت بله زی لگان های بله لگان بخشویه بله ست پامال از مفال تر شد قام قصی نخور براد اجیر شد. عجیب شده آی کل اجیر شد. تو گردان تو من باشم دکتر سه بوش کن منه. بگی بگیرم نه کاری بیرختی قدم تو میشکنه بابا خوب بگیر من بله بس نکنی گوساله بله روز چند دفعه گفتی میری بشورو؟ چی؟ روز چند دفعه؟ 18 دفعه بله همین که شما میگن تا یخچال خواهی یخ داری تا یخچال خو یخ داری کم یخ به تلگان و کنک بلز به سر کلیو تو زمستون دیگه سال بشورمی خوب میشه چا برج ارغب خوبه برج ارغب دکتر حیواناتی دکتر پرنده خزنده گوسفند مرغ گو خر اکه کفتر قمری کرک خربوشه زرافه شما دوباره تکرار کنید چی گفتیم؟ دکتر حیوانات رضا شما سرکار چی توریش باشه و تلویزیون خونه میاد برو رشته نمیارزه دکتر حیواناتی ببخش مثلا هر حیوانه برو گوسفند بوس خر مثلا گوساله هر چی باشه فرق نمیکنه برار جو من چند تا گوسفند دارم بفهمیدی هر روزی که اونا رو بستن و میوزی که چاخشم بدتر از ضعیف شده میرم من نمیفهم چی رقمه بهم هر کسان که به می دیا به می حق همسایا بگفتم سر به در نکردم بعضا میگه هوا گرمه گوسفند گرمی داره بعضا میگه بچون جو بدی بعضا میگه چکار کو بعضا میگه روغن تندونه بچون چکار اکو حالا من شما دکتر ما بیتر میفهم من چکار کنم حالا جو این تعبار نمیشه ما مگری بریم رو ببینیم معاینه کنیم زد جمعه به شما میگم که چی مشکل داره جلوش این کنید من از همه مهمتر یک سر خارجی دارم که او همه میتکایم به نظر من که هیچ چی تا ورش پرش نمیکنه مثلا به دال و درخت نمیپره میته بم راه خو میره هیچ چی اصلا ناجور به نظر میره سگیه سگ خارجی ها بری میری بری که ببینیم بری بگیریم من چیپس هم بخوریم برو بگیرم بخوام بده نمایه او بیایم برو سر کنیم برو همین جگاه هم سایه یخ با تعمید دالون بشینیم خوب یخ هم هست بادم از شمال میزنه در سارا میخواتی رفته به من میرم میارم خوبه بیا سگیر بیا بیا یخ نخوره اگه چای چیزی هم بخورین که خونه همین جمعه به شما بیارم بیاریم خوش آواز همین سگ عوض کنه که من خاطر دل جمع شم چای نون همه بابا شما بیارم برو داخل شو برو برک بیام دیگه بشین خیلی کم هر من بشکن بشینی پرده جایی برای او بیایی دل میشه خیلی داشت چی رقمه؟ خوبه گیلک دو کسی بی برابره گرنال یک سگی هم هرگی میتونی چشم بخور نوشی جا خوشمزه نوشی جا باشا
نگاه کردی برسی کجا میری لاله؟ کجا میری؟ بستکم و کجا مجیم ها برادره؟ این نمیگیره این سگ بیا این بیا اگه لاله نمیگیره بیا یگان مچره نمیگیره بیا اینه پس تو ایشته دفتر حیواناتی بیا بگی که بستا یار ما بیشتر از که شما بیایم اینجا بسا عزیزی ما دگل لالا بسا امیدی ما نایه بیا شاه خودم ورده برو بیا تو یک پوره ساگی بترسی دگه تو چی خلیفه کجیه بادک باس به تو جو میدم با خود تو پلو میدم همه رختا مهر خوش کنک با خود تو پلو میدم همه رختا کامر خوش کنک خوش کنک خوش کنک خوش کنک خرما که گنبو شده خرما که گنبو شده ساگ با گم نه بیا برو ساکه بیاره کام دعا به تاینه را امگه تو به گورشه که جی خلیفه دواره دیگه بیا میان دیگه دل بندم امرو با پاک بفتو آخه کله خراب سرگی تو گوه یک پمپ بریخته بسر کله خب پام مال یک بچیده چه کار میکنن لو کلی شده بینم تازه میشکلی یعنی که لنگیه خودی تو یک لقمه نونی به دست یک مسلمانی بده بیدی من تو گردان و من بسی بخون تو یک لقمه نون به پیار خود ندادم میفهم از تو چی کاری خیر نمیبینه گلا تو خیر دیدم به خدا هزارات نفر خیر دیده گلا گفتن خود نیه بفهمیدی ایله جو خدا از ما بکردشنی که امرو پاگی سر خریدی رودا مار بدر کده گردان تو که رودام نداری گردان نی تو بابا همین نوتا رودی هم کدیش تو مار بدر سگو خیریجی میگم هم تکتور ببینم خوب حوالم کله تو بدن خو میکنه چون کله تو مثل جوزه مثل این ما حسن جوز کله تو مثل جوزه تو رو اول لقمه میزد رادی هم لنگمه ایله جو وخی برو ساکو بیا خرم بیار وخی همیشه تو برو بیا وخی بده باشه من خلیفه تو برو تو اشتگم بگی تو برو بیا اصلا تو فکر کن تو شو مادر منی تجیز جان باشه خلیفه تجیز وخی بده خدا یاد بیشتر به تو نمیدم وخی بده وخی ایله جو وخی وخی دگه وخی پلون وخی پولا پولا ایله بفت در کشامه نه بابا کردن بابا نه ادری پیه آنی پنجی بو منده دگه رو بفت آرتا بده به ما آرتا تو دگه آرتا به جون کجدی که جیره اگه برو خلیفه جو سگ مرتکا باشه چکار کنه نیه برفته باشه گیلا برفته باشه برو دگه بیارم این ساکو خاره که گم میشه یکی بنده خاره نمیاره من میره ساک میاره خاره اینجا سگ بتا دولونه خاره با کی بره بیاره بده من میگم مثل کنچیش بکاتو به دلمه بده برارمه بده قطع بالاتو به دلمه کار میکنی سکنم ساگ هسته برو جو برو همون جوگاه برو دگه تو سکو چی زی میگونی سب کن خلیفه که جید هسته برو خیالم سیاه میزنه برو خاره نمیارم بیاری بابا سگ به تدالونه نیه من پرا خوب بگریسته برفته برای کار خوب بده اگه خاره بخورده بیدر چه کار کنی سگ بشیم اینجا گده تو برو که بشی برو من تو یه خوندن میکنم بیا بده
دل میخوی چک چک میکنه تو خوندن میکنی. چکار کنم مجبورم تو بری بیای 2 ساعت میشه. وردار بیا. وردار بیار. واردش تو. شال مرم بیار گیلا. بیاردن دیگه. آفرین. نه جون دویدن تجی. میفهم. خلیفه. کوخه. پیش خار نرسون خار اینجگاهه. چه میرفتم تو خار نمبر میگشتی میاوردی دقیقه. خدا هم میره. تو سکو. انا مریا کبو خوره ساک. سگ با کجای برفته برای کار خورفته بدی. این پرتو بودی میشه. ما. چه کن؟ باره. بریم. باره. جلوشو. باره که خار درخت خار بزنه خار گم شگردن هم بند باشه پیا. باری. پیا ما تو سر سوتا میکنه. باری. بیا.